چقدر اطلاعات راجع به رپ فارسی داری؟ به سطح اطلاعاتت راجع به رپ فارسی از 1 تا 10 چه نمره‌ای میدی؟ اگه حس میکنی تو هم یکی از طرفدارای پراپاگورس رپ فارسی هستی، آخر این ویدیو با من همراه باش و توی کامنت ها بهم بگو چند تاشو درست حد زدی. یو چطورین رفقا؟ خیلی خوش اومدید به چنل داشتون رضا فانی. آقا امروز اومدیم با یه ویدیو اطلاعات رپی همراه داش فرزاد. چطوری داش فرزاد؟ حالا خوبه؟ ردیفی؟ چاکرتیم دورت دیگه. سلام بر آقا ویدیوی امروز که اومدیم نگاه کنیم یه ویدیوی ریاکت از یه پیجی من اینو پیدا کردم به اسم رپ و کویز. یه چیز خلاقانه جدید خلق کرده بودن و کارشون خیلی باحال و جالب. یه سری سوال راجع به رپ فارسی میپرسه و 4 تا گزینه بهت میده و تو باید مثلا گزینه درست حذف کنی. این چیزا مثلا ویدیو 4 گزینه‌ای من زیاد دیدم ولی مثلا راجع به رپ فارسی ندیده بودم حقیقتا. یه کار خیلی خفن کردم و چنل یوتیوبشون رو حتما میذارم توی دیسکریپشن، برین سابسکرایبشون کنین و حمایتشون کنید. مرسی رپ فارسی کویز. بریم بی معطلی ببینیم چقدر اطلاعات داریم راجع به رپ فارسی. بریم داش فرزاد. بریم آقا. برو بریم ویدیو رو ببینیم. مراتیدن بعد مستی میخواد چیکار کنه؟ بزنه برقصه، تگری بزنه، خدا رو نگاه کنه، حس سرخوشی کنه. کدومش؟ داداش مراتی میزنم بزنه برقصه دیگه. بزنه برقصه. آره خب مستی منطقی میاد. منم حدسم رو همینه. ببینیم خدا رو نگاه کنه داداش. با اون عینکی که هستم بشه میاد خدا رو. خب کدوم یکی از اعضای زدبازی توی آهنگ تابستون کوتاه نیست؟ 1 علیرضا جی، 2 سهراب ام جی، 3 سامان ویلسون، 4 مهراتیده. توی تابستون کوتاه نیست. سامان ویلسون دیگه. سامان ویلسون. نه سهراب ام جی داداش. سهراب ام جی. مطمئنی؟ ببینیم. آره دیگه سهراب. ای یو. خب سیجل در آهنگ تابستون کوتاه چه احساسی داره؟ احساس ناامیدی و سرافکندگی، احساس عذاب وجدان، احساس خوشبختی، احساس سکسی شدن. احساس خوشبختی. احساس خوشبختی. ببینه احساس سکسی شدن. خب خیلی با سیجله حال نمی‌کنم. حالا سوالا راجع به تتلو شد. توی آهنگ مسخره بازی تتلو ادعای درگیری با کدام ابرقهرمانو داره؟ 1 بتمن، 2 سوپرمن، 3 اسپایدرمن، 4 هالک. بتمن. ببینه پر از خطر چه ویدیو قشنگی هم داره. آره گفتم کارشون خیلی خفنه این پیج رپ و کویز. واقعا دمشون گرم. توی آهنگ کی از پشت لباستو میبنده تتلو قبل از دیت چیکار میکنه؟ 1 دوش میگیره، 2 ماشین دوستشو قرض میگیره، 3 استخاره میکنه، 4 بهترین عطرشو میزنه. استخاره میکنه. ببینید همیشه افتخارت باشم قبل قرارامون کلی استخاره داشتم. خب تتلو چه خوشگل شده توی. آره خیلی کارشون خفنه. تتلو از جیگیلی چه درخواستی داره؟ کفشاشو باز کنه، اخماشو واک کنه، شلوارشو تا کنه، دستاشو باز کنه. جیگیلی اخماشو واک کنه. اخماتو واک کنه. آره دیگه تتلو رو همه میدونن. ست تتلو به امید روزی که هیچ صدایی پشت دره بسته نمونه. اونجا خدا وکیلی. هوداتکا از کدام محله میندازه توی ستاری؟ 1 صادقیه، 2 پونک، 3 جنت آباد، 4 شهرک. خدا نمیدونم تو بگو. همین چی از من میپرسی؟ یه دونه خودت بگو. من میدونی خودم حدسم روی شهرک غربه چون الله اکثر آهنگاش فلکس میکنه روی شهرک غرب. ما بچه تهران نیستیم ولی خب منم حدس بچه پایین شهر. تو خودت تو کدومه؟ منم داداش همونه که تو گفتیه. تو هم شهرک غرب حدس میزنی؟ ببینیم جنت تو شهرکم حاجی از جنت آباد میریم تو ستاری در آوردیم از تو لجن مانی به ما نمیخوری داش حضرت عباسی.
خب رفیقای ویناک عموی مادر کدام محله هستن؟ گزینه 1 پونک ایوان، گزینه 2 شمرون تهران پارس، گزینه 3 فلاح قلعه مرغی، 4 ونک میرداماد. شمرون تهران پارس. شمرون تهران. آره چون دیگه ویناک کل آهنگاش فلکسش با شمرونه دیگه. حال میده من چون که کمی خوب پول میدم تو پاسیل منی. تکسام آس رفیقام شمرون تهران پارس. واسهتون ریختیم امسال تاس رفتم بالا ما 3 استار. در آهنگ 80 علی قاف لایو لوکیشن خود را در کدام محل اعلام می‌کند؟ گزینه 1 محدوده فاز 5 چیتگر، گزینه 2 مجموعه فازا اکباتان، گزینه 3 منظومه فاز 3 کهکشان، گزینه 4 مخروبه فاز 2 شرق غرب. یا امام زمان من دیگه اینو نمیدونم واقعا خدا. اون آخریه بیشتر گزینه آخر مخروبه فاز 2. مخروبه فاز 2 شرق غرب. من حدسم روی اکباتانه. حالا ببینیم نتیجه چیه. بابا خب رضا پیشرو از اعضای گروه زد بازی دعوت میکند تا راست در کدام محله راه بروند؟ 1 یافت‌آباد، 2 نظام آباد، 3 جیهون، 4 شمرون. این که تابلو مشخصه دیگه داشتم رضا پیشرو نظام آبادت باشه مردین بیاین نظام آباد. خطر و نوهیچ میگی راست را میری تو شمرون و جیهون. راست را برو تو نظام آباد امرو. بیا برو سرم جیهون هم گفت ولی آره. خب خلصه از سر کدام خیابان برای مادرش شیرینی دانمارکی میخرید؟ خیابان شریعتی، خیابان انقلاب، خیابان ویلا، خیابان دریا نو. نمیدونم به خدا شیرینی از کجا میخرید. من حدسم روی شریعتیه. جواب این یکی رو کامنت کن. ای دهنت موندیم تو نساقیش. ولی من حدسم روی شریعتیه چون 100% داریم. خب رفت یه ویدیوی دیگه. مهراد تیزن از ته دل چه آرزوی از چه روزی نفرت دارد؟ 1 7 تیر، 2 11 سپتامبر، 3 1 مهر، 4 22 بهمن. من میدونم اول مهر. آره متنفرم از ته دل من از اول مهر. چرا میره جلو اول هی متنفرم از ته دل من از ته دل. خب مهراد دیدن میخواد با دریا چه کار کند؟ 1 در آن ماهیگیری کند، 2 در آن غواصی کند، 3 دریا رو خشک کند، 4 دریا رو موسا کند. خود موساش کنه دیگه. موساش کنه. مهراد دیدن میخواد با دریا چیکار کنه؟ شنیدی اون ترکشو؟ من نشنیدم. من نمیدونم اینو. چیزا دیگه فکر کنم با آهنگ شایعه فیت با شایعه. من این ترکو نشنیدم. آهنگ سی حسن روی دریا رو خشک کنه. میخوام دریا رو موسا کنه. آره. ایوه. خب وایسا. در آهنگ عروس به نظر مهراد دیدن اگر ام جی 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 ترکیب شوند چه میشود؟ رفارسی به اوج میرسد، 2 دعوا بدفازی میشود، همه غلاف میکنند، 3 قیمه میشود. قیمه میشه. قیمه. شاید هم قرمه بشه. آره جی میان تا قیمه شنیدن سفت نرم دایی یه چی بینشه جلوم صاف وایسان انگاری یه چی بینشه. و ویدیو ما تموم شد. خب این بوده از ویدیو اطلاعات رفارسی. داشت فرزاد دمت گرم که وقت گذاشتی اومدی توی ویدیو ما. دمت گرم واقعا ممنونتم. خیلی ویدیو باحالی بود. حالا بیشتر سعی می‌کنیم از این نوع ساب کانتنت بشه. و شما هم اگر که درست حد زدین یا چند تاشو درست حد زدین اینا رو توی کامنت ها بهمون بگین و بگین که خوشتون اومد از این نوع ساب ویدیو. اگر که دوست داشتین بگین که بازم همراه داشت فرزاد میایم ویدیو میگیریم میتره کنیم. آقا دم شما گرم که تا اینجای ویدیو نگاه کردین. تا ویدیوی بعدی یا علی مدن.